خب سلام مجدد. ما در حال گفتگو هستیم با جناب آقای مهران فلسفی از فعالین حوزه فرهنگ و سینما. یه مقدار مشکل در واقع ارتباطی داشتیم، ایشون حالا مجدد هستن و ادامه صحبت رو خواهیم داد. ممنونم که مجدد حق شدید. منتظر هستیم به آقای فلسفی بیان تا بتونیم سوالات شما رو با ایشون مطرح کنیم. دارید صدای منو؟ بله صداتون هست، ولی هیچ تصویری رو من حداقل نمیبینم. نمیدونم دوستان دیگه میبینن یا خیر. خب اگه که صدای منو دارید شما، بهتر شده صدای من برای شما؟ من صداتون رو خوب دارم. خب سوال آخرت این بود که برای نام‌نویسی در جشنواره چیکار باید بکنم؟ چون که ما ویدیو رو الان مجدد باید سیو بکنیم، پس این سوال من بپرسم و شما مجدد. بله خواهش می‌کنم. عرض کردم که در واقع برای نحوه انتخاب فیلم ها در جشنواره و نحوه کار هیئت انتخاب شما چجوری هستش برای اینکه بچه‌ها بهتر؟ بله عرض کنم که یک فرجه برای فراخوان رسمی هستش که معمولاً چند ماه قبل از هر حوزه جشنواره باز میشه به طور رسمی آنلاین. افراد میتونن برن اونجا بررسی بکنن، اگر مایل به شرکت باشن مدارکشون رو، فیلمشون رو، اطلاعاتشون رو بفرستن و نام‌نویسی بکنن. نام‌نویسی در جشنواره ما مجانی، خرجی نداره و بعد یک سری از افراد از کارشناسان ما در طول سال در یک نقاط مختلفی از خاورمیانه سفر میکنن به حوزه‌های سینمایی، به خصوص در به انستیتوهای سینمایی جوان مراجعه میکنن، کارهای بچه‌ها رو از نزدیک میبینن، ورکشاپ ها رو میرن شرکت میکنن، سمینارها رو شرکت میکنن. خود بنده در حوزه ایران فعالیت میکنم، کردستان، انشالله خوزستان خدمت شما هم باید برسیم آقای طاهری و سعی میکنیم حتی از نزدیک هم با شرکت در ورکشاپ ها، در حتی سر ست فیلم ها میریم و با بچه ها نشست و گفتگو و همکاری میکنیم تا گاهی اوقات از این فیلم های حتی در حال تولید دعوت میکنیم، working process به قول معروف، و بله. در بعضی موارد حتی امکاناتی در اختیارشون میذاریم در فلورانس برای تکمیل پروژه هاشون. هر چه آماده شد جانم. بسیار جالبه. اینو بعداً ریستر با هم دیگه صحبتش بکنیم. بعد این خب یک جمع‌آوری ما میکنیم، یک مقدار دستی به قول معروف، با مراجعه مستقیم به افراد، به انستیتوها و به سازمان‌های مختلف. یک جمع‌آوری دستی در واقع شخصی میکنیم از طریق کارشناسامون و یک مقدار هم فیلم که خود افراد میرن روی سایت و سابمیت میکنن، نام‌نویسی میکنن و همه اینا جمع‌آوری میشه، میره تحت نظر یک کمیسیونی که میشینه، کمیسیون پری سلکشن هستش که از بین اینها حدود 50 تا فیلم رو برای نمایش انتخاب میکنیم ما. فیلم های کوتاه، بلند، مستند، انیمیشن، همه. بله ما بخش مستند داریم، بخش انیمیشن داریم، بخش فیلم های بلند هم داریم. تکیه زیادی روی فیلم های مستند داریم توی جشنواره‌مون. بعد اینکه فیلم در به حال فلورانس داره جشنواره در فلورانس داره برگزار میشه و مخاطبین شما هم در واقع ایتالیایی زبان ها هستن. آیا کسی که داره ثبت نام میکنه باید دغدغه اینو داشته باشه که فیلمش رو با ترجمه ایتالیایی به شما بده یا اینکه نه؟ نه، کافیه که با لیست دایلوگای انگلیسیش به ما بدن، با زیرنویس انگلیسی یا با لیست
دیالوگ های انگلیسی وام بدن، ما ایتالیایی رو خودمون انجام میدیم، زیرنویس ایتالیایی رو. اگر باشه چه بهتر، ما ولی خیلی به ندرت پیش میاد که با زیرنویس ایتالیایی یا با لیست دیالوگ ایتالیایی، ولی خیالشون راحت باشه، چون نویس های ما، تدوینگرای زیرنویسیمون معمولاً تمام زبانهای خاورمیانه رو صحبت میکنن، فارسی، عربی، مشکلی نداریم. یکیشون خود بنده هستن. خدا حفظتون، دستتون درد نکنه. یک سوالی که میخواستم بپرسم این بود که این تعریف حالا میدل ایست که خاورمیانه معمولا از شمال افریقا هم بعضا در بر میگیره دیگه، درسته؟ یعنی که تازگی ها اضافه کردیم، یکی 2 سال اضافه کردیم، 3 سال اضافه کردیم آفریقا رو. آفریقا یعنی شمال آفریقا کشورهای عربی زبان هستن که بله، در واقع بخشی از آفریقا که فرهنگشون خیلی در واقع خاورمیانه‌ایه دیگه، در واقع یعنی در تم ما هستش. بسیار عالی. سوال دیگه ای که دوستان داشتن راجبه این بود که خب ارتباط این جشنواره فیلم فلورانس با جشنواره‌های دیگه به چه صورت هست؟ یعنی آیا شما ارتباطی دارید با جشنواره‌های دیگه؟ و من اگه بخوام این سوالو کامل بکنم، با سازمان‌های دیگه. یعنی ببینید مثلا من یه وقتی فیلمم در یک جشنواره‌ای وقتی که میره، حالا به جز این که نمایش داده میشه در اون جشنواره و یک سری مخاطب میبینن، برای ما یه وقتی مهم هست که اون جشنواره یک راه و پله‌ای بشه برای معرفی ما و برای معرفی اثر ما به یک جشنواره دیگه یا یک سازمانی که بتونه راه برای ما بعداً بیشتر باز بکنه. آیا چه این اتفاقی هم برای آثاری که در جشنواره شما میان میفته؟ بله، سوال بسیار خوبی بود. در واقع وقتی من عرض کردم خدمتتون برد مطبوعاتی رسانه‌ای خیلی بالایی داره، قصدم در درجه اول رسانه‌های خاص در رسانه‌های فرهنگی، رسانه‌های در زمینه سینما، منتقدین در واقع کسایی که دیستریبوتورها چی میگن، پخش کننده ها. بله، یک بازار خوبی هم هست جشنواره ما. و بله، ما به بخش‌های خارج از مسابقه ونیز و کان و برلین فیلم بارها فرستادیم. از ما درخواست کردن که تو بخش‌های به قول معروف تو ورکشاپ هاشون برای استفاده‌های ورکشاپی، برای استفاده‌های به قول معروف میگن نه بخش مسابقه‌ای، بخش‌های فرهنگیشون، برای نشست‌هاشون، برای بخش‌ها و گفتگوهاشون ما مطالب و فیلم‌های زیادی رو فرستادیم. ویترین خیلی خوبیه جشنواره فلورانس، ویترین بسیار خوبیه و از سر تا سر دنیا میان برای دیدنش، از آمریکا، از کانادا، از آلمان، از فرانسه. یعنی مخاطبین پس از جاهای دیگه هم هستن، مخاطبین محلی نیستن. بله، برد مطبوعاتی و برد تبلیغاتی و پروموشنال مطبوعاتیش خیلی بالاست. علت خاصی هم داره، چون این جشنواره چی میگن، وزن مخصوص فرهنگیش خیلی بالاست، نشست‌های سیاسیش، یعنی کنار کارگردان ها ما اولا صاحب نظرهای خیلی مفصلی رو داریم، از روزنامه‌نگارا گرفته تا متخصصین به قول معروف ایران شناس، لبنان شناس، خاورمیانه شناس و بحث‌های خیلی زیادی، مقاله‌های زیادی در موردش نوشته میشه، بخش‌های کلیپ‌های خیلی فراوانی به رادیو تلویزیون ها راه پیدا میکنه، گفتگوهایی که این در واقع ویترین بسیار بسیار خوبی هستش برای سینماگرها، برای مستندگرها. این خیلی نکته مهمیه. حالا دوستانی که مشاهده میکنن حتما باید در نظر داشته باشن که یک جشنواره یکی از کارکرداش باید همین باشه که در واقع شما در جشنواره فلورانس خیلی خوب دارید اینو انجام میشه. اون بحث بازار که فرمودید، به صورت رسمی بازار دارید در جشنواره، یا اینکه منظورتون هست که اتفاقاتی خوشایندی خواهد افتاد چون مثلا جشنواره فیلم فجر ما هم بازار داره ولی خب معمولا اتفاق خاصی در اون نمیفته.
خیلی شاید مثلا کارکرد یک جشنواره با در فجری که این هم هزینهش میشه نهایتا 30-40 نفر میان. واقعا من اینجا کتاب جشنواره فجر رو هم جلوم دارم، هر دفعه میبینمش یک مقدار هرسم میخورم که در بازار به این وسعتی که اونها گفتن 30-40 نفر بیشتر شرکت نمی‌کنن و عملا ما در بازاریابی فیلم های مقداری مسئله داریم. پس این در کنار جشنواره شما میتونه اتفاقات خوشایند بیفته برای فیلم ها از نظر بازار. بله، ولی نه به طور اتفاقی. ما یه سازماندهی خیلی مفصلی داریم راجبش، خیلی هم پرکتیکال هست به قول معروف. ما بخش خاصی، یعنی در واقع یک فضای خاصی نداریم که افراد برن مثل همونجوری که شما اشاره کردین که بخش بازار وجود داشته باشه برن و نشست بکنن اینا. منتها ما در درجه اول از این پخش کننده های بین‌المللی دعوت میکنیم به طور رسمی، میخوایم که بیان و میان، از سر تا سر دنیا میان. افراد بسیار برجسته، خانم برونی برنیس از آمریکا تشریف میارن، از لبنان تشریف میارن، از فرانسه، از آلمان و هم از طریق جشنواره هم از طریق پخش کننده‌های برای سینما و غیره. ببینید یه مثال براتون میزنم. ما سال 2010 بود آقای فرادی تشریف آوردن با فیلم درباره الی. این فیلم در جشنواره ما پخش کننده خودش رو پیدا کرد، به ایتالیایی ترجمه شد و بعد لانچ شد و در سرتاسر اروپا پخش شد. اتفاقی می‌خواستم همین باشه. می‌خواستم راجع به همین، چون یک جورایی میشه گفت که آقای فرهادی خب به حال حالا ایشون سینماگر بزرگی هستن، ولی از نظر روند معرفیشون به دنیا میشه گفت که جشنواره شما معرفی کننده ایشون بود به دنیا، درسته؟ با همین اتفاق همچین جسارتی نداریم، ولی میتونیم بگیم که این افتخار رو داریم که در واقع با دعوت ایشون ما هم تو این وقایع مچ شدیم در واقع، ولی هیچ تصویر کردن همین ادعایی رو بکنیم. ولی خب بله میشه گفت که ما وقتی آقای فرادی رو دعوت کردیم واقف بودیم که یکی از برازنده ترین در واقع نام‌های ایران رو داریم دعوت میکنیم و یک سری از فیلم‌هاشون رو انتخاب کردیم برای نمایش. یادمه که اون سال آقای قبادی هم بودند با فیلم گربه‌های ایرونشون، خانم شیرین نشاط باز دوباره توی بخشی از این جشنواره تشریف آوردن با فیلم مردهای بدون زنهای بدون مردشون. و ما پخش کننده ها رو دعوت میکنیم، نمایندگان جشنواره ها رو دعوت میکنیم و اینها میدونن که ما در ابزار در اختیارشون میذاریم، یعنی سالن گفتگو در اختیارشون میذاریم، مترجم در اختیارشون میذاریم، اپوینتمنت میگیریم براشون و مهمان نوازی میکنیم ازشون که بتونن با کارگردان ها صحبت بکنن و احیانا فیلماشون رو خریداری بکنن و باشون قرارداد ببندن. آیدی مالی هم برای شما داره، یعنی که فقط از نظر فرهنگی این رو انجام میدید؟ خب توی جشنواره ما از نفر اولش که دو مدیر هستن در واقع، آقای روبرتو روتا و خانم لیزا کیاری، تا کسی که بلیط پاره میکنه هیچ کس مزد نمیگیره. ما همه داوطلب هستیم و هیچ کدوم هیچ درآمدی نداره، هیچی از جیبم میذاریم در واقع، خرجمون هم پای خودمونه. اتفاقا یکی از سوالاتی که میخواستم بپرسم و اینجا نوشته بودم این مبحث داوطلبی بود که ما داخل جشنواره‌های ایرانی زیاد این رو نمیبینیم و شاید به حال چون یک سری از مخاطبین ما هم برگزار کنندگان جشنواره هستن این نکته خیلی جالبی باشه که دو تا سوال در واقع راجع به این مسئله من دارم. یکی اینه که این سیستم داوطلبی شما به چه صورت هست و دو اینکه آیا امکان داره الان دوستان یا مخاطبانی که دارن میبینن این کار رو اگر دوست داشته باشن با اون داوطلب با شما همکاری بکنن چه روندی رو باید پیش بگیرن؟ بله امکانش هست، 100% امکانش هست.
کافیه با دفتر ما تماس بگیرن. info@middlesnow.it میتونم براتون بنویسم بعدا. با دفتر ما تماس میگیرن و میگن میخوان داوطلب بشن و با استاف ما همکاری بکنن. بله چرا نه، با کمال میل. ما همونجور که یک کال فور سابمیشن باز میکنیم هر سال، یک کال دوباره باز میکنیم برای افرادی که میخوان با ما همکاری بکنن، داوطلب بشن. بله با کمال میل، بسیار هم لذت میبریم، چرا نه. بسیار امیدوارم که حالا دوستانی که علاقه‌مند هستن، بعد این همکاری فقط باید به صورت حضوراً در ایتالیا باشه یا اینکه نه میتونن اینجا در ایران هم یک سری کار وجود داره که اینها انجام بدن؟ نه متاسفانه کاری نیستش که در کار خاصی نیست، مواردی ممکنه پیش بیاد، نه از نظر تشکیلاتی نه بایستی حضور داشته باشن و نه روز آخر، در واقع بایستی از یکی دو هفته قبلش حداقل در 3-4 جلسه آخر تشکیلاتی ما شرکت بکنن اگر میخوان با ما به عنوان استاف داوطلبانه همکاری بکنن. بسیار خب. سوال بعدیمون راجع به این هستش که خب یه گریزی بزنیم به این که الان در حالت این ویروس که اتفاق افتاده، وضع ایتالیا خب یه مقداری اوایل بد بود، الان فکر کنم بهتر شده و جشنواره ونیز هم عقب افتاد ولی میخواد اجرا بشه. راجع به جشنواره ما به چه صورتی هستش؟ بله از 2 سپتامبر بله جشنواره برلین هم به ما ملحق شده و داره این لایو رو نگاه میکنه. کی؟ از جشنواره برلین هم اومدن و در واقع در لایو هستن. بسیار بسیار عالی. برلین شورت. عالی عالی. عرض کنم خب چیزی نمیفهمن که از صحبت‌های ما که حالا ان شاءالله بعد شاید فارسی بلد باشم. بسیار بله. عرض کنم خدمتتون که دوست داشتم قبل از که به این سوالتون جواب بدم، ممکنه برای افراد پیش بیاد که خب حالا ما داوطلب شدیم رفتیم اونجا با جشنواره همکاری کردیم، یا اصلا خود ماها که داوطلبی کار میکنیم چه حسنی واسمون داره. من حسنای خیلی ماتریالشو میخوام بگم، نه خود حسنای اخلاقیش که خب مشخصه. بله. ولی حسن ماتریال هم داره داوطلب شدن در جشنواره ما. یعنی ما بله پول نمیگیریم، هیچ کدومون نفع مادی نداریم، ولی نفع حرفه‌ای داریم. درسته. اکثر داوطلبای ما دانشجوهای سینما هستن یا دانشجوهای حتی زبان یا در موارد فرهنگی در رابطه با خاورمیانه هستن. تجربه بسیار خوبی میشه واسه شون، با بهترین کارگردان ها در ارتباط هستن، با کادرهای فنی در ورکشاپ ها شرکت میکنن. در واقع یک استیج 6 روزه آموزنده هستش. عرض کردم که این جشنواره از ساعت 10 صبح که شروع میشه تا 4-5 ما نمایش فیلمی نداریم، تمام نشست و ورکشاپ و بحث و قسمت‌های آموزشی از خود آقای اصغر فرهادی در سکشن آخر جشنواره ما 6 روز 6 تا ورکشاپ گذاشتن. بله. و برای مردم صحبت کردن. بسیار آموزنده هست جشنواره ما. افراد به این دلیل داوطلب میشن، به خاطر تجربه‌ای که از نظر فنی، آموزشی، دانشگاهی، آکادمیک بسیار بسیار براشون مفید هست. بسیار عالی. بعد شما اونجا براشون خدماتی چی؟ حالا که ادامه دادید شما، یک سال دیگه یکی از دوستان فرستاده بودیم که خب اینها خورد و خوراک و اینهاشون هم بعد از جیب خودشون بگذارن یا اینکه نه دیگه اونجا باز تمهیداتی هست که اون یک ماهی که اونجا میخوان بمونن کمکی از طرف جشنواره بشه به این داوطلبی؟ والا تصور من اینه که چون ما فلورانس هستیم و یک سری از داوطلبای ما از شهرهای دیگه ایتالیا میان یا از بخش‌های مختلف اروپا میان، معمولا بین خودمون با هم کنار مهمونشون میکنیم. یعنی در واقع چه میدونم من به شخصه همیشه 3-4 نفر از این داوطلبا رو تو خونه خودم نگه داشتم، یه جوری به قول معروف با هم کنار میایم دیگه. شهر فلورانس هم خیلی شهر زیباییه و واقعا من خیلی دوست دارم این شهر رو. خیلی خیلی معماری قشنگی داره و آدم حتی شب‌ها داخل خیابونم بمونه هیچ اشکالی نداره به نظر. نه کسی رو تابال نشه تو خیابون بگذاریم. ولی معمولا اولا سکشن کار که خیلی وسیعه، تو اون 6 روز واقعا اصلا خواب نداریم ما.
در واقع از صبح تا شب، خصوص کسایی که در رابطه با عکاسی و مطبوعاتی هستن که اصلا شب تا صبحش هم کار میکنن. من میدونم حداقل به شخصه تو این 6-7 روز آخر، یعنی نمایش جشنواره، ولی حتی 1-2 هفته قبلش ما اصلا خواب نداریم، یعنی همیشه در حال کار هستیم و هیجان خیلی بالا و معمولا یه لقمه خواب و یه لقمه غذا رو با هم شیر میکنیم و تا به حال مشکلی نشه. نه کسی که خیابون هم اگر خوابیدیم با هم خوابیدیم. بسیار عالی. مرسی از در واقع جوابتون. مزاح کردم، گفتم این مقداری از عوض بشه. سال قبلی بله راجب کرونا ویروس فرمودید. بله اون چه وضعیتی برای جشنواره ایجاد کرد؟ خب کمابیش نمیدونم افراد تا چه حدی اطلاع داشته باشن، تمام سینمای جهان به طرز فجیع و به طرز میتونم بگم خطرناکی صدمه دید سر این قضیه کرونا ویروس. برای که ما وقتی میگیم سینما نبایستی فقط تصور بکنیم افرادی که درآمد خیلی بالایی دارن و میتونن حتی چند ماه کار نکنن، حتی 1-2 سال کار نکنن. یا ما یک بخش اعظمی از صنعتگرا، کارکنان، به خصوص پشت صحنه‌ای‌ها، فنی‌ها، افراد در رابطه با سینما، با بسته شدن سینما و با متوقف شدن فیلمبرداری‌ها و اینا، خب صدمه‌های خیلی بالایی دیدن و من اشاره کردم خطرش این هستش که همونجور که شما میدونید اکثریت افرادی که توی سینما کار میکنن فریلنس هستن، استخدامی نیستن. متوجه هستید در نتیجه از لحاظ بیمه‌های اجتماعی، از لحاظ پشتوانه‌ها و این چیزها خیلی فقیر هستن و خیلی صدمه پذیر. اقدامات خیلی وسیعی داره انجام میشه در این مورد با همکاری دولت‌ها و یک نهادهای خاصی. بحث مفصلیه، من نمیخوام، اگر مایل باشید میتونیم واردش بشیم، ولی اون بخشی که مربوط به جشنواره هستن که آیا مثلا در تاریخ برگزاری جشنواره شما ایجاد تغییری شده؟ چون دوستان هم پرسیدن که به حال جشنواره کی برگزار میشه، ددلاین ها رو آیا تغییر کردن نکردن؟ بله جشنواره فلورانس قرار بود 31 مارس تا 5 آوریل برگزار بشه و تو این 11 سال همیشه هفته اول ماه آوریل برگزار شده. این دفعه به عقب افتاد. من با مدیر فستیوال چند روز پیش صحبت می‌کردم، گفتش که قصدش اینه که بلافاصله بعد از ونیز و اوایل اکتبر ما جشنواره رو برگزار بکنیم. 100% برگزار می‌کنیم در عرض سال، یعنی تا پایان سال. ولی قصدمون اینه که ونیز بمونیم که بعد از اون جشنواره شما برگزار بشه. اومدید ونیز؟ بله، تشریف داشته باشید. و ونیز از 2 سپتامبر هستش تا فکر کنم 12. بله ما باستی اکتبر برگزار کنیم. یه 20 روزی خب میتونید یه دریایی هم برای خودتون برید و یه دوری هم بگردید. بیایم به عنوان داوطلب در کنار شما کمک کنیم به جشنواره. مخلصم. شما خب اومدین پس 6-7 تا فیلم هم از خوزستان برامون بیارین دیگه. 100% حتما. بسیار خب، پس تاریخ جشنواره افتاده برای اون حدودهای اکتبر، ولی تاریخش مشخص نیست. خب ولی ددلاین که تغییر نکرده، یعنی الان بچه‌ها نمیتونن که نه فراخوان که سابمیشن که بسته است، فیلم‌ها انتخاب شده است. بسته انتخاب شده است. درسته. برای امسال انتخاب شده است. اعلام هم کردید یعنی که اعلام نشدن؟ بله اعلام کردیم که فراخوان الان وقتی به سایت مراجعه بکنن میبینن که سابمیشن اتمام رسیده. اسامی فیلم‌های برگزیده رو میگم اعلام شده یا اینکه نه متاسفانه نه یعنی نمیتونیم اعلام بکنیم از قبل. نشد. خب دوستان، راجع یک جایی از صحبتتون اشاره کردید راجع به حمایت‌هایی که جشنواره انجام میشه. معمولا ما خب داخل این گفتگوها به خاطر اینکه با دوستان میخوایم جنبه‌های مختلف یک جشنواره رو صحبت بکنیم، یکی از جنبه‌های حضور در جشنواره بحث‌های مالی هست. خب
این بحث ها دو حالت داره. یکی بحث ارزش ریالی جشنواره است، یعنی خیلی وقتا از ما میپرسن که دوستان فیلمساز این جشنواره چقدر جایزه میده، و یکی دیگه این هستش که آیا اون جشنواره فرصت‌هایی رو برای مثلا پیچینگ، برای گرفتن فاند و اینجور مسائل آماده میکنه یا نه. حالا شما راجع به جشنواره فلورانس اگر که امکانش هست این دو مورد رو به ما بفرمایید. بله، والا عرض کنم خدمتون، جشنواره یک کاتالیز، جشنواره ما یک ویترین برای فیلم هاست و یک کاتالیزاتور در واقع برای نهاد هاست. جان؟ بله. تسهیلگره برای تسهیلگره. به طور مثال ما یک ورکشاپ مستند داریم اونجا که در واقع برگزار کنندش گرین هاوس هستش. یک انستیتوی سینمایی هستش که پروژه های ورکینگ پروسس مستند رو بررسی میکنه و اینها رو حمایت میکنه. حمایتش هم به این طریق هست که اینها رو دعوت میکنه تو شهر فلورانس و یک سال اینها رو جا و غذا و امکانات میده بهشون. خود گرین هاوس مجانی هست و اینها میتونن پروژه های نیمه کارشون رو اول در طول سال با همکاری پروفسورها و استادا و کارگردان های معروفی که با ما همکاری میکنن قبول میکنن استیج بذارن برامون و بیان با بچه‌ها کار بکنن، این پروژه ها رو میبرن جلو و 5 تا از اینا رو انتخاب میکنه گرین هاوس و تولید میکنه. و یعنی الان در سایت شما بچه‌ها میتونن برن یک جایی ببینن که یک قسمتی هست که برای گرین هاوس، یا در سایت خود گرین هاوس باید برن روندش بشه؟ بله، یا سایت خود گرین هاوس یا اینکه به ما میتونن بنویسن، ما باشون راهنمایی بکنیم و بتونن پروژه هاشون رو بفرستن برای گرین هاوس و احتمالاً دعوت بشن برای اینکه از پروژه هاشون حمایت بشه. پروژه منظورتون ورکینگ پروگرس ها هست یا اینکه منظورتون کارهایی که در حال تولید هست، یا اینکه فقط امکان داره در قسمت دیولپمنت که در نوشتار اثر هم هست بفرستن، یا بعد فیلم ساخته شده باشه؟ در کدوم مرحله از ساخت فیلم میتونن بفرستن؟ پیش تولید یا پس تولید؟ خب ببینید، تمرکز ما روی ورکینگ پروسس هایی هستش که در واقع یک سری داکومنت، فقط سناریو خوب کافی نیست، فقط ایده کافی نیست. بایستی یک مقدار از کارهای پیش تولید انجام شده باشه. گرین هاوس اینا رو بررسی میکنه، رزومه شخص رو بررسی میکنه و به احتمال زیادش دعوت میکنه که شرکت بکنه در ورکشاپ. البته خب ورکشاپ یک محدودیت هایی داره، یک حدودی داره. ما هم نیستیم گرین هاوس، در واقع پارتنر ما هست. ما به اینها تأسیسات میدیم، به اینها امکان میدیم، نمایش میدیم فیلم هایی رو که انتخاب میکنن و تولید میکنن. ولی خب از حدود 40-50 تا کارگردان جوان که دعوت میشن برای این ورکشاپ ها، خوبیش اینه که 5 تا فیلم تولید میشن با فاند گرین هاوس. بله. در صدر گرین هاوس 2 تا شخص خاص هستن. یکیشون خانم برونی برونس هستش، از ایالات از آمریکا میان، و یکیش هم من این آلزایمرم بهم اجازه نمیده، یه خانم لبنانی هستش که ایشون هم خیلی کارش خوبه. ببینم من اسم اینا رو پیدا میکنم جایی. این 2 نفر سوایی که با گرین هاوس همکاری میکنن، خودشون پخش کننده های مستند بسیار معتبری هستن در سطح بین‌المللی. بله. میدونید که ما تو این کار آدم باز همیشه دنبال هر فرصتی باشه دیگه. هر ویترینی در واقع یک اپورتونیتی هست، یک امکان هستش. این افراد میتونن خارج از گرین هاوس هم از پروژه حمایت بکنن. یک مثال میزنم براتون. حدود 8 سال پیش فیلمی به اسم Five Broken Camera در گرین هاوس تولید شد که رفت اسکار برد. بله.
دو تا کارگردان داشت، یک کارگردان اسرائیلی و یک کارگردان فلسطینی همزمان. چه جالب. به واسطه اون خانومی که در لبنان هستن در واقع؟ نه، این به واسطه برونی بودش. به واسطه برونی من اینا رو بایستی پیدا کنم. بله، 5 بروکن کامرا بودش که با کارگردانی آقای گای دویدی از اسرائیل و آقای اماد برنات از فلسطین. و جالبیش هم در واقع این دو کارگردان اسرائیلی و فلسطینی بود که با هم همکاری میکردن، با هم این فیلم رو کارگردانی کردن. بسیار خوب. ما یواش یواش وارد مابقی سوالات بشیم، چون ماشاءالله شما خوش صحبت هستین و جشنواره هم الحمدلله جشنواره بسیار بزرگ و پر در واقع قسمت هست و ما از قسمت‌های مختلف دوست داریم که بپرسیم. یک مطلبی رو یک از دوستان در واقع پرسیدن، اینکه خب حالا ما فیلمساز نیستن، خب و ویدیو آرت یا هنرهای دستیشون یک بار با هم که صحبت می‌کردیم و الان عرض کردید که به حال فرهنگ خاورمیانه رو می‌خواید بشناسونید. اینها از طرق عکس و هنرهای دستی و اینها هم خب به هر حال انجام میشه و شما هم دارید در کنار این جشنواره فیلمتون. آیا شما روند انتخاب این آثار هم باز به صورت همین انتخاب فیلم هست یا اینکه نه اون روندی برای ثبت نام و اینها نداره، شما خودتون اونها رو سلکت میکنید و انتخاب میکنید؟ بله، این هم سوال بسیار چه سوال خوبی میکنید. این هم سوال خیلی خوبی بود. بله، ما یه بخشی داریم که هر سال معمولا ما بهش میگیم مینی مارکت، به اصطلاح خودمونی هستش، اصطلاح رسمی نگیریدش، تو به خدا ما مسئولیتی داریم. ما خودمون در تشکیلات خودمون بهش میگیم مینی مارکت. از فضاها یه مقدار از فضاهای جشنواره رو، فضاهای مختلف جشنواره رو در اختیار معمولا یه سری از جوانایی که کارهای ولی با کلید نوآوری باید باشه، نه کارهای سنتی. نه اینکه ما مناقشه‌ای داریم با کار سنتی، منتها چون فضا خیلی کم و کل جشنواره اگر به تیترش هم دقت کنید اسمش این هست میدل ایست ناو. ما سعی می‌کنیم خیلی کنتمپورری خاورمیانه امروز رو نشون بدیم. بله، اگه کار دستی خاصی، هنری خاصی در رابطه با امروز باشه، نوآوری باشه، در فضاهای جشنواره در اختیارشون میذاریم، حتی با استفاده مالی که خودشون دارن و اینا، بدون اینکه درصدی ازشون بگیریم، خیالشون راحت باشه. و فضاها رو در اختیارشون میذاریم کاراشون رو بیارن و حتی بفروشن و سعی میکنیم بهشون جا و امکانات بدیم حتی برای موندن و اینها که بتونن تشویق بشن. بله، منتها این رو معمولا دبیر هنریمون خودش انتخاب میکنه. این جزء سوالای شما بود. نه، نام‌نویسی خاصی نداره و هیئت داوری خاصی نداره که انتخاب بکنیم. دبیر هنری خودمون. ولی خب ایمیل بزنن، خیلی خوشحال میشیم دریافت بکنیم اطلاع درخواست رو. هر کسی میتونه درخواست بکنه ولی به صورت نام‌نویسی نیست. میتونه هر کسی خودش رو پروپوز بده، بگه من این کارو میکنم و بفرسته برای دبیر هنری. مطمئن باشن که دبیر هنری با عشق و علاقه و 100% نگاه میکنه، میبینه و بررسی میکنه. بله، اگه پروژه باشه با کمال میل دریافت میکنیم و چه بسا انتخاب بکنیم و امکانات بدیم. بسیار عالی، بسیار دستتون درد نکنه. بعد فقط فرمودید که به حال چون هم بنده هم به حال جشنواره شما هم ایران خیلی به مرحوم فلیچا در واقع مدیون هست، گفتم یک اسمی هم از ایشون ببریم که از نقششون در این جشنواره و اینکه از فلیچا فررارا، از بله خانم فلیچا فررارا و ببینیم که جای خالی بله جای خالی ایشون رو در واقع الان، چون خیلی نقش مهمی داشتن در واقع همونجوری که خودشون یک انتشاراتی داشتن به اسم پل و واقعا پلی بودن بین فرهنگ ایران و اروپا. الان با در واقع فقدان ایشون آیا در این جشنواره کسی جای ایشون رو گرفته که
کارهای مربوط به ایران رو انجام بده، خود شما انجام میدید یا اینکه کسی دیگه ای در واقع کارهای مختص به ایران رو انجام میده؟ بله، خانم فلیچته فرر رو عرض کنم که رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران بود و در طول فعالیت‌های به قول معروف دیپلماتیک فرهنگیشون و اقامتشون در تهران طبیعتاً شناخت خیلی وسیعی پیدا کردن. ایشون در واقع صاحب و مؤسس یک بنگاه نشریاتی هم بود، کتاب ترجمه می‌کردن، فعالیت‌های فرهنگی بسیار با ارزش و وسیعی کردن در رابطه با فرهنگ ایران و شناساندن فرهنگ ایران در اروپا و در ایتالیا. بله. و 11 سال پیش وقتی ما نشستیم برای تأسیس این جشنواره، نه سال اول ایشون نبودن، از سال دوم ما پیگیری کردیم ایشون رو، خواهش کردیم از یه لحظه ببخشید، یک لحظه باید ازتون عذر میخوام. خب یکی از دوستان پرسیده که آیا سیو میشه؟ بله، ما حتما سیو میکنیم اینها رو و شما میتونید صحبت‌های قبلی ما رو با دبیران جشنواره قبلی که در هفته گذشته صحبت کردیم برید از طریق صفحه اینستاگراممون در قسمت آی جی تی وی ذخیره شده، اونجا ببینید. در آینده هم اینهایی که به زبان انگلیسی هستن، چون چند تاشون به زبان انگلیسی هستن، ما اونها رو زیرنویس میکنیم و در سایت خودمون و در سایت آپارات قرار میدیم. تشریف آورید آقای فلسفی. بله، ببخشید. عرض میکردم که بله، خانم فلیچته فرارو فقدانشون در واقع از سال گذشته از تشکیلاتی برای ما ضربه بسیار بسیار سنگینی بود، به خاطر که فرمودی که جاشونو که میگه جاشون هیچ کس نمیتونه بگیره، به خاطر که دار و وزن مخصوص سواد و ایده هایشون رو به سختی بتونیم یه نفر، دو نفر، سه نفر پر بکنیم. سعیمون رو داریم میکنیم، ولی خب ماها 10 سال در واقع آموزش دیدیم از این خانم. 10 سال به قول معروف شاگردیشو کردیم و چیزهای زیادی هم ازشون یاد گرفتیم. امیدواریم بتونیم در واقع از کار ایشون حمایت بکنیم، محافظت بکنیم و بتونیم روند رو حفظ بکنیم، ولی گرفتن جایشون خیلی سخت، خیلی سخت. امیدوارم که در واقع بهترین ها اتفاق بیفته و هم شما هم این جشنواره بسیار خوب و فرهنگی ادامه پیدا بکنه با قدرت بیشتر. انشالله ما هم که برای جشنواره ونیز بیایم میمونیم و حتما امسال در جشنواره شما خواهیم بود انشالله. و امیدوارم که و خیلی ممنون که حالا امشب تشریف آوردید، حالا با این مشکلاتی هم که بود ما رو همراهی کردید. اگر که صحبت پایانی چیزی که داشته باشین برای فیلمسازها، به حال مخاطبین بیشتر فیلمسازهای جوان هستن و سوال اصلی همشون این هست که چه بکنیم که فیلممون بهتر دیده بشه. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستم. در عرض سال عرض کردم من با خانه جوان، خانه سینما در تماس هستم، همیشه در کارهای بچهای کارگردان جوان رو دنبال میکنم من به شخص در ایران، همینجور دوستان دیگرمون در نقاط مختلف خاورمیانه. و اگر خودشون هم پیشنهاد بکنن، خودشون رو کاراشون رو برای ما بفرستن، نظر بخوان و بخوان شرکت بکنن در جشنوارهمون، خیلی خوشحال میشیم. از راهنمایی هم معذور نمی‌کنیم هیچ کس رو، در حد امکانمون، در حد امکانات. هرچه در طول سال هم بله میتونیم بریم ببینیم کارها رو و راهنمایی بکنیم و احتمالاً برای نمایش انتخاب بکنیم، یعنی برای پری سلکشن حداقل انتخاب بکنیم و
بتونیم امکاناتمون رو در اختیارشون بذاریم. چرا نه؟ سایت های ما رو چیکار کنم؟ همینجا بنویسم یا اینها رو می‌نویسم بعد. بله، یکی دو تا لینک بهشون میدیم برای تماس. آره. الو جانم، میشنوم شما. داری صدای منو؟ بله دارم. خب بسیار. من یه دقیقه صداتون قطع شده بود. عرض کنم به حضورتون که بله این سایت ها رو من در ذخیره که کردیم این رو می‌نویسم که دوستان در تماس باشن با شما و آدرس ایمیلتون رو که فرمودید هم قرار میده. البته نوشتیم داخل پست های قبلی هم قرار دادیم، دوستان میتونن از اونجا هم چک بکنن. بله، سوالی دارن، هر راهنمایی میخوان میتونن بنویسن، جوابشون میدم. بسیار عالی، خیلی ممنون. دستتون درد نکنه، به حال تایم گذاشتین. من نمیدونم، من دارم صداتون رو دارم. خواهش میکنم، انجام وظیفه بود، بسیار لذت بردم. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم و خیلی راضی هستم از این ایده که شما داشتید. امیدوارم که دنبالش میکنم، امیدوارم که موفق باشید و پیروز. سلامت باشید. ممنون از شما، خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. شبتون خوش. موفق باشید. زنده باشید. شب خوش. یک لایو داشتیم. لایو امشب ما با آقای مهران فلسفی بود، آقای برگزار کننده جشنواره فیلم فلورانس که به اسم جشنواره میدل ایست ناو میشناسیمش. امیدوارم که استفاده کرده باشید. ما این رو در واقع ذخیره میکنیم و برنامه بعدیمونم که در روزهای آینده اعلام میشه گفتگو با جشنواره ریندنس و احتمالاً جشنواره فیلم مونیخ هستش. اگر که سوالی و نکته‌ای راجع به اینها دارید حتما بفرمایید. از کسانی که دیدند ممنونم. به هر حال مخاطبین ما هم فیلمسازها هستن، هم از جشنواره های مختلف. از جشنواره برلین امروز به ما ملحق شد و در این لایو با ما بود. من از همه شما ممنونم و حالا به دوستانتون هم اعلام بکنید که اگر دوست داشته باشن در شب‌های بعدی در کنار ما باشن. امیدوارم که حرکت خوبی باشه و استفاده بکنید. ممنونم. شبتون خوش. ممنون از شما خانم جعفریزاد. امیدوارم که شب خوشی داشته باشید. مراقب باشید و تندرست باشید. یا